تا حالا خبر داشتی که هرات یکی از بزرگترین قطب‌های انگور در افغانستان است؟ در حدود 14500 هکتار باغ انگور در این ولایت وجود دارد. از این باغ‌ها بیش از 180,000 تن انگور برداشت شده که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. اما تنها بخش کوچکی از این محصول به گونه تازه صادر می شود. دلیلش چیست؟ نبود سردخانه و راه مناسب برای صادرات. بیشتر انگورهای هرات به کشمش تبدیل می گردد. در سال روان حدود 25,000 تن کشمش تولید شده که 24% نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد. قیمت انگور در بازار داخلی معمولاً پایین‌تر از هزینه تولید است. دهقانان از نبود بازارهای خارجی، کم توجهی دولت و کاهش شدید قیمتها شکایت دارند. انواع مختلف انگور مانند لعل، کشمشی، میراحمدی و فخری در هرات کشت می شود.